رحمت سلامت باشتان. اولا السلام علیکم مخلصان عزیز، پدر و مادران گرامی، همه شما را در این روز کنسرت گروه دلشاد خیر مقدم میگویم. خوش آمدید. نوری دیده، تاج بر سر. یک دستگلی تازه برای اهل نشست به اهل مخلصان عزیز تیار کردیم با نام صدای دل. پیشکش شما میگردانیم. یک سرود برای پدران و مادران بزرگوار صدا میدهد. مرحمت، شنوید استراحت کنید. مادر پدر دو دولتی نایاب هستند، در زندگی دو گوهری پرتاب هستند. مادر پدر دو دولتی نایاب هستند، در زندگی دو گوهری پرتاب هستند. از گرمی مهری آنها ما زنده‌ایم در جهان، بر سر ما چو خورشید و مهتاب هستند. از گرمی مهری آنها ما زنده‌ایم در جهان، بر سر ما چو خورشید و مهتاب هستند. روز و شبها دعا گویند برای ما، با چشمی تر دایم زی درگاهی خدا. روز و شبها دعا گویند برای ما، با چشمی تر دایم زی درگاهی خدا. وقتی فرزند بالاتر است برایشان، از بخت خود برای ما حتی سازند جان را فدا. وقتی فرزند بالاتر است برایشان، از بخت خود برای ما حتی سازند جان را فدا. از بحری ما دیدارشان غنیمت است، آغوششان پر از مهر و محبت است. از بحری ما دیدارشان غنیمت است، آغوششان پر از مهر و محبت است. هر پندشان رهنما است برای ما، در دو جهان در زیر پای والدان آن جنت است. هر پندشان رهنما است برای ما، در دو جهان در زیر پای والدان آن جنت است. مادر پدر دو دولتی نایاب هستند، در زندگی دو گوهری پرتاب هستند.
مادر پدر دو دولتی نایاب هستند، در زندگی دو گوهری پرتاب هستند. از گرمی مهری آنها ما زنده ایم، در جهان بر سر ما چو خورشید و مهتاب هستند. از گرمی مهری آنها ما زنده ایم، در جهان بر سر ما چو خورشید و مهتاب هستند. بر سر ما چو خورشید و مهتاب هستند. در زندگی دو گوهری پرتاب هستند. مادر پدر دو دولتی